ځواکونه د خرڅلاو لپاره نه دي. دا د ټرمپ پر ضد د معترضینو شعار دی. خو پاکستان چې خپله پر منافقت توراندی نن د سیمې هیوادونو کوربه دی تر څو د کړکېچ په حال کې مرسته وکړي. په همدې حال کې متحده عربي امارات چې پخپله د ایران تر بمبارۍ لاندې دي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې رامنځته کولو اراده لري. د سیمې او نړۍ وضعیت کوم لوري ته روان دی؟ د نړۍ په هر ګوټ کې قدرمن لیدونکو تاسو ته سلامونه، وخت مو په خیر. د نن شپې څیړنې خپرونې ته ښه راغلاست. زه کلثوم بهرام یم. په خپرونه کې د بس لپاره سره د دوهم استودیو له لارې زموږ همکار احمد رشاد زریر سره دی. زریر صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. رابشو لومړی پوښتنې ته په داسې حال کې چې پاکستان پر افغان خاورې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي خو غواړي سیمه کې د کړکېچ کمولو لپاره د غونډو کوربتوب وکړي، څه فکر کوئ آیا د داسې غونډو ترسره کول کومه مثبته پایله لرلی شي؟ مننه بهرام صاحب، سلامونه تاسو ته او د یک تلویزیون درنو لیدونکو ته. بحث به له دې ځای نه پیل کړو که بین پاکستان و افغانستان آنچه میگذره در طول تاریخ به تاریخ خود پاکستان بستگی داره و اما پاکستان از بدو به وجود آمدنش خانم بهرام به عنوان یک مهره غربی ها برای برهم زدن ساختارهای امنیتی منطقه، یک مهره استخباراتی شناخته شده. یعنی یک وجه مشترکی کشورهای منطقه بین پاکستان و اسرائیل سراغ دارن. یعنی میگن پاکستان و اسرائیل با هم شباهتی دارن. او شباهت چی است؟ که هر دو کشورها از سوی قدرت‌های غربی ایجاد شدند، گماشته شدند برای تطبیق استراتژی‌های چند دهه‌ای خودشان. حالا میرسیم به سوال خودت که آیا این جلسات و نشست هایی که پاکستان میزبانی میکنه یا میانجیگری میکنه در حالی که خودش بر خاک افغانستان تجاوز انجام میده معنایی داره یا خیر؟ در ظاهر که بله، پاکستان ادای یک کشور مستقل را در میاره و گویا نه تنها خودش مخل امنیت نیست، نه تنها تروریست پرور نیست، بلکه تلاش میکنه برای صلح و امنیت و پایان بودن تنش در منطقه کارهای انجام بده. ولی واقعیت پشت صحنه یک چنین چیزی نیست. ما شاهد بودیم که در آستانه جنگ ایران پاکستان حملاتش به افغانستان را شروع کرد. خیلی زمان بندی شده، خیلی منظم و مشخص که هر چشم بینای متوجه میشه که یک ریگی در کفش پاکستان هست. پاکستانی که در کنارش یک افغانستان آباد و آزاد مستقل نمیخواد. البته این ما به عنوان خبرنگار دیدگاه آگاهان و سیاستمداران هر دو طرف افغانستان و پاکستان و منطقه را اینجا نقل قول میکنیم که اکثرا به پاکستان شک دارن که پاکستان در کنارش یک افغانستان آباد، آزاد و مستقل نمیخواد. پاکستان به دنبال این است که در افغانستان یک دولت دست نشانده و تحت سلطه خودش وجود داشته باشه. پاکستان میخواهد که با این که افغانستان را ناامن نشان بده، با این که در ناامنی منطقه نقش داشته باشه، به دنبال جلب حمایت منطقه و بین المللی باشه، به دنبال جلب توجه و نظرات حامیان خودش باشه. و البته یک نقطه را خانم بهرام اینجا ما برجسته سازی کنم که وقتی ما میگیم پاکستان، منظور ما از یک حلقه نظامی خاصی در پاکستان است که بخشی از این حلقه با آیسای استخبارات پاکستان مرتبط است و بخش دیگر در دیگه زمینه های نظامی پاکستان که حالا حتی حکومت افغانستان هم بارها گفتن که افغانستان با پاکستان دشمنی نداره، مردم افغانستان با مردم پاکستان دشمنی و خصومتی نداره، فقط یک حلقه خاصی تمامی ساختارهای پاکستان را تحت کنترل خودش گرفته که مأموریت داره از طرف حامیانش، از طرف کسانی که ایجادش کردن. به دنبال این است که اولا خودش را قربانی تروریسم نشان بده، دوما افغانستان را پناهگاه تروریسم نشان بده. حالا وقتی خودش را قربانی تروریسم میدانه، مثلا کدام گروه ها هراس افغانی میکنن در منطقه؟ در صدرشان فعلا داعش خراسان است. مگر همین داعش خراسان رهبرانش، سرانش، فرماندهانش در خود پاکستان حضور ندارن؟ مگر بارها خود پاکستانی ها رهبران داعش را بازداشت نکردن، دستگیر نکردن که چنین کردن؟ آیا شما یک پناهگاهی، یک سند نشانه‌ای در افغانستان داری که داعش از اینجا پرورش و حمایت شده باشه؟ که نخیر. پاکستان در زمینه تأمین امنیت مرزها از افغانستان گلایه داره. مگم خود پاکستان یک ارتش میلیونی نیست؟
مگر پاکستان خودش به عنوان کشور اتمی منطقه مطرح نیست؟ به عنوان ششمین قدرت خودش را نمیشناسه؟ با این همه وقایع و واقعیت هایی که وجود داره چرا یک چنین ادعای از سمت پاکستان با دیده شک نگریسته میشه؟ به این دلیل که بیشک آنچه در پیوند به پاکستانی ها و به ویژه حلقه خاص نظامی که در پاکستان است شک را ایجاد میکنه این است که پاکستانی ها مستقل نیستند و بر دیکته حامیان و باداران خودشان به قول آگاهان عمل انجام میتن و آنچه که تا اینک انجام داده بیشتر از اینکه بتونه جایگاه پاکستان را برجسته بسازه، پاکستان را اعتبارش را بیشتر بکنه، اعتبار پاکستان را در سطح منطقه و بین الملل تضعیف کرده. زری صبره شو د خبرې ته چې تاسو ویل چې پاکستان د غربي نړۍ ملاتړ له ځانه سره لري، څه فکر کوئ تر کومه به غربي نړۍ له پاکستان سره داسې پاکستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان پر وړاندې داسې حملات تر سره کړي؟ بسیار سوال بجا. پاکستان تا آمریکایی ها، غربی ها، انگلیسی ها، همه قدرت های غربی که متهم هستند که پاکستان را ایجاد کردن و حمایت میکنن، تا زمانی که منافعشان ایجاب بکنه، تا زمانی که استراتژیشان راهکار و راهبردی که برای 100 سال برای 50 سال ریختن ایجاب بکنه، تا زمانی که ناامنی در منطقه ما به سود اون کشور باشه، تا همون زمان از پاکستان حمایت میکنن و دست از حمایت پاکستان بر نخواهند داشت. ما شاهد بودیم که در این 1 سال اخیر، حتی پس از روی کار آمدن آقای دونالد ترامپ در نزدیک 2 سال اخیر، چند بار آسم منیر رئیس آیسای ارتش پاکستان به دیدار آقای ترامپ شتافت. همین آقای شهباز شریف نخست وزیر پاکستان چندین بار حضوراً و غیر حضوری از آقای دونالد ترامپ توصیف کرد و او را ستایش کرد. همین پاکستان قرار بود که در همکاری با شورای صلحی که ایجاد شده توسط ترامپ و دولت‌های غربی بره سربازان پاکستانی کشور مسلمان را برای تأمین به اصطلاح صلح در غزه بفرسته، چیزی که حالا از کشورهای اسلامی انتظار نمیرفت و بیشتر از کشورهای غربی انتظار میرفت. بنابراین سوال خودت پاسخ مشخصش این است که غربی ها هنوز هم منافع خودشان را در این میبینن که دست نشانده های اونا چه پاکستان چه اسرائیل در منطقه همچنان منفعتشان را تأمین بکنن تا جایی که ایجاب میکنه وظایفشان برای اخلال امنیت منطقه را دنبال بکنن و این وضعیت تا اینک هم ادامه داشته، چشم اندازش هم چنین به نظر میرسه که ادامه خواهد داشت. زری سوي او بل پوښتنه دا ده چې د دې پروژو پلي کول د پاکستان کورنۍ وضعیت هم کړکېچن کړی. څه فکر کوئ آیا پاکستان د خپل کورنۍ وضعیت ارزښت نه لري؟ دقیقاً با توجه به این که مشکوک هستند به پاکستان که آیا پاکستان برای مردم پاکستان اهمیت قائل است یا نه، آیا به مسائل داخلی خودش توجه میکنه یا نه، آیا توانایی تأمین امنیت و بعد رسیدگی به خواسته های خودش را داره یا نه، این چرا جای شک است؟ بسیار سوال خوب به این است که پاکستانی هایی که تلاش میکنن برای غزه نیرو بفرستن، پاکستانی هایی که تلاش میکنن برای ایران میانجیگری بکنن و پاکستانی هایی که افغانستان را متهم میکنن، خود پاکستان بر سر مردم خودش، بر سر پشتون ها در تمامی خیبر پختونخوا، بر سر بلوچ ها و بر سر حتی سندی ها بجز پنجابی ها ستم روا داشته. شما اگر برین در پاکستان، خبرنگارای ما گزارش های مستند زیادی داشتن که اگر شما در پاکستان برید و از مردم پاکستان با ویژه خیبر پختونخوا و بلوچستان پرسان کنین که آیا این حکومت شما هست، آیا برای شما کار میکنه، آیا تأمین امنیت شما اولویتش است، پاسخشان هست نه. ما جواب سوال شما را از زبان بسیاری از پاکستانی ها میتیم که حالا منظور پشتین یک نمونهش است، یکی از رهبران اپوزیسیون است. در اونجا تعداد زیادی از سران پشتون و بلوچ هستن فریاد میزنن که پاکستان نه تنها به فکر ما نیست بلکه حقوق ما را زیر پای میکنه. ما دیدیم که پشتون های زیادی نابود شدن، ما دیدیم که تعداد زیادی پشتون ها سرکوب شدن. آقای عمران خان یکی از برجسته ترین چهره ها بود که به دلیل مردمی بودنش توسط پاکستان سرکوب و به زندان انداخته شده و حتی ماهاست سالهاست که خانواده‌اش اجازه تأمین ارتباط با اون ندارن. همه اینا نشان میده که پاسخ سوال خودت خیر است. اولویت پاکستان داخل خودش نیست، مردم خودش نیست، امنیت خودش نیست، اولویت رژیم نظامی پاکستانی و حلقه‌ای که در پاکستان نظام را بر عهده داره، دولت را بر عهده داره، این حلقه بیشتر بر سر منافع گروهی، منافع شخصی و منافع تیمی خودش کار میکنه که حتی به قیمت پایمال کردن منافع مردمی باشه. بله.
زری صاحب ستاسو د خبرو په دوام کې هم مهاله د امریکا کانګرس تازه پلټنه ښایي چې پاکستان خپلو ګاونډیانو لپاره د ګواښ جوړولو پر ماموریت جدي کار پیل کړی او پاکستان لا هم ترهګریز ډول لپاره یو جدي غښتلی مرکز دی. ستاسو په اند پاکستان ولې غواړي د ګاونډیانو پر ضد داسې ګام پورته کړي؟ ظاهرا چنین به نظر میرسه. همین گزارش خودت اشاره کردی، من مفصل خواندم. حالا وقتی یک گروهی، یک نهادی که مرتبط با کانگرس آمریکا هست میای یک چنین دیدگاهی را مطرح میکنه که این دیدگاهی را که خودت سوال کردی و کانگرس آمریکا مطرح کرده دیدگاه افغان هاست. بسیاری از سیاستمداران افغان بارها همین چنین مسئله را مطرح کردند، گفتن پاکستان برای تطبیق یک چنین مأموریتی با یک چنین اراده دیکته شده در منطقه فعالیت میکنه. ولی حالا ما میبینیم که از زبان آمریکایی اونم سناتورهای بسیار برجسته و بخشی از کنگره که یک نهادهایی دارند از زبان اونا بیرون میآید و این بر حقانیت ادعای مردم افغانستان یک مهر تایید میگذاره که بله پاکستان در فرایند وجود خودش چندین بار، حالا دیدیم که خواجه آصف چندی پیش اعتراف کرد، گفت که ما در دو جهاد افغانستان تلاش های مخربانه کردیم. خودش معترف است، گفت نه تنها خواجه آصف که بسیاری از سران پاکستانی، بسیاری از سیاستمداران پاکستانی گفتن که ما دیکته میشیم، ما مأموریت داریم، ما استقلالیت نداریم و ما برای برهم زدن امنیت منطقه کارهایی را انجام میدیم. و حالا که آمریکایی ها چون این صدایی را در میارن، این نشان دهنده این است که انتقاد بر دولت آمریکا، دولت انگلیس و دولت هایی که از پاکستان بعد از ایجادش حمایت میکنن بالا گرفته و این شاید انتقادات و حتی شکایات فراوان و مخالفت های بی پایانی را بر بانگیزه تا اینکه این مردم ها، این نمایندگان کنگره از دولتایشان بخواهند که دیگه دستگیری پاکستان در آنچه رفتار دوگانه از او شنیده میشه را دست بردارن و دیگه یک چنین حمایت های را ادامه ندن. ډیره مننه نظر صاحب، د بحث دوام ته بیرته راګرځو. اوس هم ورسو د یو لنډې دمې پر لور بیرته چې راګرځو. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. زری صاحب راوشو په پېښور کې هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکېچ کمولو لپاره د سیاسي قومي مشرانو او ځینو استازو ګډه جرګه ترسره کیږي. څه فکر کوئ آیا د دې جرګې ترسره کول کومه مثبته پایله لرلی شي؟ دقیقا میشه به این جرگه و به نتایجش امیدوار بود، اما الا موضوعاتی که بیشتر بحث کردیم. حالا میرسیم به جایی که بله ما قبلا هم اشاره کردیم که مردم افغانستان و مردم پاکستان دو تا ملت همیشه برادر، برابر و دوست بودن. اگر حلقاتی در نظام پاکستان نمی بود که دشمنی بر نمی انگیخت با مردم افغانستان، هیچ مشکلی بین دو مردم وجود نداشت. ما میبینیم که خط فرضی دیورند را افغان ها تا اینک به رسمیت نمیشناسن. چرا؟ میگن که این همچون شمشیری بر سینه یک ملت گذشته و همزمان در دو سوی خط دیورند ما شاهد ارتباطات عمیق و دیرینه دو مردم هستیم. دو مردم با هم یک دین مشترک دارن، فرهنگ مشترک دارن، قومی مشترک دارن، زبان مشترک دارن، آرمان مشترک دارن. حالا وقتی کارد به استخوان دو ملت رسید، چاره جز این ندارن که برای حل معضلات به جرگه مشترک رو بیارن. جرگه با عنوان یک شورای مردمی در ارزش‌های معنوی افغان‌ها در افغانستان همیشه شناخته شده، در پاکستان هم یک چنین چیزی است. چند بار پس از اینکه تنش بین افغانستان و پاکستان افزایش پیدا کرد، خانم بهرام ما شاهد این بودیم که پاکستانی‌ها فریاد زدن، مردمش گفتن باید یک جرگه شکل داده شود. جرگه های در داخل پاکستان شکل گرفت. در همین پشاور چندین بار مردم گرده هم آمدن، جرگه کردند، از دولتشان خواستن که دشمنی با افغانستان را پایان ببخشه. عین چیز در افغانستان و در کناری ما شاهد ارتباطات بین علمای دو کشور بودیم، از جمله در پاکستان علمای مثل مولوی سمیع الحق، مثل مولوی فضل الرحمن، چند عالم برجسته پاکستانی است که اینا حتی اخیراً به افغانستان آمدن. همیشه اینا سیاست های رژیم نظامی پاکستان را تقبیح کردند، همیشه با مردم افغانستان و دولت افغانستان همسویی کردند، همیشه به صلح و برادری و برابری تاکید کردند و حالا بالاخره که ما دیدیم
این تنش به جایی کشید که رابطه تجاری کلا قطع شد، دشمنی ها افزایش پیدا کرد و خطر این که رابطه تاریخی دو ملت از هم پاشیده شود بالا گرفت. حالا چرا پاکستان یک چنین کاری را کرده؟ چرا به دیکته غربی ها یک چنین روی کرده داشته؟ به خاطر غربی ها از اتحاد ملت های منطقه میترسن. غربی ها از اتحاد ملت های مسلمان میترسن. غربی ها از اتحاد افغان های دو طرف خط دیورن میترسن. بس سودشان نیست، چون از افغانستان کشیدن و دیدن. بنابراین خانم بهرام، حالا میرسیم که این جرگه اولا میتونه به عنوان نکته میانجی و متحد کننده دو ملت دوباره نقش ایفا کنه. یک نکته مثبتش، پیامد مثبت بعدش این میتونه باشه که تاثیرگذار باشه سر سیاست های پاکستانی ها تا این حلقه نظامی را قناعت بتن که دشمنی با پاکستان، دشمنی با منطقه به سودت نیست. پیامد بعدش این میتونه باشه که امی بندرها که بسته هست در نتیجه تصامیم عمومی جرگه و فشار بر دولت پاکستان و قناعت دولت افغانستان بنادر مثلا اسپین بولدک و ترخم بازگشایی شود و میلیاردها دلار سرمایه گذاری که بین دو کشور تجارتی که جریان پیدا کرده بود و متوقف شده دوباره جریان پیدا کنه. دیگه پیامد مثبتش این است که شک و بی‌اعتمادی بین کابل و اسلام آباد را کاهش میده. دیگه پیامدش این است که میتونه برای امنیت و ثبات کل منطقه مفید واقع شود. میتونه دوباره افغانستان و پاکستان را در کنار هم دو همسایه نگه بداره، ولی مشروط به آن میتونه که پاکستانی ها، رژیم نظامی پاکستان به جای گوش کردن به هدایات بادارانشان، چیزی که آگاهان مطرح میکنن، به مشوره های افراد، بزرگان و اقوام گوش بدن که مردمی هستند، با نفوذ هستند، از دو قوم هستند و با هم جرگه برگزار میکنن و این مشوره ها مثل طلای سرخ باید برای پاکستانی ها ارزشمند باشه. البته افغانستان، حکومت کنونی افغانستان، امارات اسلامی هم پیوسته تاکید کرده که ما با مردم پاکستان دشمنی نداریم و این حلقه نظامی پاکستان اگر دست از سر ما برداره دیگه بر خاک افغانستان تجاوز نکنه، دیگه به کودکان و زنان و به بیگناهان افغان حملاتش را، بمباردمانش را ادامه نده، دیگه دریای خون معتادان و دکتران را در کابل و دیگه مراکز افغانستان جاری نسازه، دیگه دشمنی در کار نخواهد بود. این جرگه هم میتونه مفید واقع شود. ولی زریر صاحب شده برخی ته چې د دې کړکېچونو په دوام کې اسلامي امارات باید کومې تګلارې پر مخ یوسي ترڅو نړۍ د پاکستان د کړنو ته متوجه کړي؟ خب باید امارات اسلامی کاری که میتونه اولا در دکترین سیاست خارجی و روابط بین المللیش همون سه اصل را مراد بکنه که اصل متوازن بودن، اصل بیطرف بودن و اصل اقتصاد محور بودن. یک چیزی که برای منطقه مثل دوا و درمان هست، چون افغانستان حاله هست، چهارراه ترانزیتی منطقه میتونه باشه. سیاست دکترین سیاست خارجی دولت امارات اسلامی باید طوری باشه که اولا باید کشورهایی که منافع مشترک با افغانستان و پاکستان دارند مثل چین، مثل روسیه و مثل ایران که حالا در وضعیت چندان خوبی به سر نمیبره، اینا را اجماعشان را شکل بده، امارات اسلامی اسناد ارائه بکنه، قناعتشان بده که اینها چشمشان را از روی حقایق نبندن. دومین کاری که میتونه بکنه این است که حالا از مجاری بین المللی مثل سازمان ملل که مورد اعتماد زیاد امارات اسلامی هم نیست، حالا کارهایی که اخیراً کردن، باز هم شکایت هایی را ارائه بکنه و تلاش بکنه که ضمن که چوکی افغانستان در سازمان ملل را به دست بیاره، از مجرای او چوکی مجاری حقوقی را دنبال بکنه که حقوق بین الملل بر سر پاکستان و افغانستان تطبیق شود. اگر به مسائل حقوقی بین المللی مراجعه شود، مشکلات افغانستان و پاکستان بر اساس مواد و مفاد همه حقوق بین الملل قابل حل است. بنابراین امارات اسلامی دیگه کاری که میتونه بکنه این است که تکیه بکنه همچنان به ملت افغانستان و از رابطه خوب بین ملت افغانستان و ملت پاکستان استفاده مثبت بکنه و قناعت بده جهان را که اتهامات پاکستان بجا نیست و باید پاکستان دست از آنچه سیاست دوگانه است برداره. ولی زری صاحب راوښ اوس منځني ختیځ ته په کور دننه د ټرمپ پر پالیسیو د امریکایانو نیوکه د نوموړي پر سیاست باندې څه اغېز کولی شي؟ اوضاع خاورمیانه که بسیار پیچیده است و گویا یک
نظمی که در حداقل 50 سال آینده قرار است بر دنیا حاکم باشه، جنگ فعلی ایران بتونه لایه‌های نخستین و اولین اون نظم را شکل بده. یعنی جنگ کلا خاورمیانه به این کوچکی نیست. ما شاهد هستیم که نزدیک 15 کشور درگیر هستند. از یک ماه جنگ گذشته. آنچه که خب انتقادایی که به ترامپ است یا شکایت هایی که از ترامپ میشه یا انتقادایی که ترامپ از ایران داره، از ناتو داره، همه این دقیقاً مسائل سطحی و رو هستند و ریشه و مسائل ریشه‌ای بحث خیلی عمیق است و برمیگرده به آنچه که رویای اسرائیل بزرگ از نیل تا فراتی که نتانیاهو و تیمش در سر میپرورانند در حمایت از بزرگان یهود دنیا و در همسویی با دولت کنونی ایالات متحده آمریکا. بنابر این اوضاع منطقه با توجه به ایفای نقش هم منفی و هم مثبت بسیاری از کشورها که ما شاهد هستیم، همین پاکستان را که بر سرش بحث کردیم حالا دوباره میزبان بعضی کشورها برای حل چالش‌های منطقه‌ای با محوریت ایران است. ما شاهد هستیم کشورهای مثل عربستان و امارات متحده عربی متهم هستند که در همکاری با آمریکا و دنبال اشغال جزایر ایرانی هستند. ما شاهد هستیم که ترکیه مورد سوال است. شاهد این هستیم که بسیاری از کشورهای دیگر منطقه موضعشان روشن نیست. بنابراین اوضاع منطقه فعلا گلالود است و انتظار ای که به زودی آقای ترامپ یا هر کسی بتانه اوضاع را به حالت عادی بربگردانه هم خوشبینانه است. بله، په داسې حال کې چې پاکستان غواړي د ایران او امریکا ترمنځ منځګړیتوب وکړي، خو ایران ویلي بریدونو ته به تر هغه دوام ورکړي چې تر څو اسرائیل له منځه لاړ شي او امریکا له سیمې وایستل شي. ستاسې په اند د دې جګړې دوام سیمه کوم لور ته بیایي؟ بسیار سوال بجا است. خب پاکستانی که حالا میزبان یک چنین نشست‌هایی است از سوی ایران متهم است. در جنگ 12 روزه متهم بود که در هوای خودش را در اختیار آمریکا قرار داده تا حملاتی را بر تأسیسات اتمی ایران انجام بده و در این جنگ متهم شده بود یک بار که البته ایرانی هایی را رسما تایید نکرد، فقط ایرانی ها گفتن از بعضی کشورهای منطقه نگاه های منفی به ایران است. مثلا اخیرا ایران گفت که آنچه بر مدرسه یا مکتب میناب صورت گرفت و نزدیک 200 متعلم را از بین برد و شهید ساخت، اون اتفاق موشکش از یکی از کشورهای همسایه شلیک شده بود و حالا همین پاکستان مورد پرسش زیادی است که مبادا زمینه سازی ورود نیروهای زمینی به ایران را داشته باشه. همین پاکستان متهم است که مبادا از مجرای مرز با ایران یا بلوچ‌هایی که حالا اگر بلوچ‌های باشه که در هماهنگی با رژیم نظامی پاکستان باشند برای اخلال امنیت مناطق مرزی در ایران کاری کرده باشه. بنابراین این نشست و هر نشستی که پاکستان در حضور داشته باشه با دیده اعتماد کامل نگریسته نمیشه و اینکه چشمانداز منطقه بعد از این چطور است بیشتر جنگی به نظر میآید. خانم بهرامین گونه دیده میشه که آمریکا نه تنها دست از جنگ بر نمیداره، ایران که خودت اشاره کردی که میگه تا نابودی اسرائیل و آمریکا ادامه میتم یا حداقل نابودی پایگاه ها و تاسیساتشان، ولی این ادعا اسرائیل و آمریکا میکنن. هر دو طرف میگن که تا رسیدن به تمامی اهدافمان جنگ را ادامه میدیم. تا اکنون بیش از 11,000 هدف را در ایران زدن. اینا هنوز هم میگه اهداف زیادی باقی مانده. حالا اینکه تغییر نظام در ایران اولویت است، بازگشایی دوباره تنگه هرمز اولویت است، جلوگیری از آنچه قرار است اتفاق بیفته اولویت است چیست؟ این هنوز کاملا روشن نیست. چرا آقای ترامپ و دولتش رفتارشان با گفتارشان یکی نیست، از استراتژی ابهام استفاده میکنن، بنابراین آینده روشن دیده نمیشه. ظریف صاحب اگر در آخر یک چشمانداز بر این داشته باشیم که دنیا برای پایان جنگ ایران و آمریکا باید چه کند؟ اگر به شکل کوتاه بر مطرح کنید. دنیا آنگونه که چینی‌ها مطرح کردن باید دیگه به قانون جنگل رفتار نکنه. دنیا تلاش بکنه که نظم جهانی را بر اساس امنیت و صلح عمومی و برابری بین کشورها و ملت‌ها تأمین بکنه. دنیا تلاش بکنه که از قلدری، زورگویی و فشارهای فراقانونی جلوگیری شود. دنیا باید دوباره کنار هم بنشینن، قوانین، نظام و حقوق بین المللی را بازنویسی بکنن تا دیگر ظلم و ستم و بربریتی که حالا
انتظار بود که در هزارها سال پیش حاکم باشه ولی اکنون در قرن 21 حاکم است از این جلوگیری شود. دنیا باید مواردی مثل ستم پاکستانی ها بر افراد ملکی در افغانستان دیده شود، ازش جلوگیری شود. این رفتارها شود سبب خواهد شد که دوباره اعتماد و امنیت صلح به جهان بازگردد. ډیره مننه کوم احمد رشاد زری صاحب، ستاسو له حضور څخه په خپرونه کې کور مو ده. زموږ د نن شپې څیړنې خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه شپه ولرئ.